روانشناسی میگه آدم‌هایی که از تنها بودن لذت میبرن اغلب وفادارترین و قابل اعتمادترین انسان‌ها هستن، چون به توجه مداوم احتیاج ندارن، دنبال تایید بیرون از رابطه نمیگردن. اونا هیجان زودگذر نمیخوان، ارتباط عمیق میخوان. آرومن، منطقیان و سطح وفاداریشون بالاست. تنهایی براشون فرار نیست، تنظیم دوباره سیستم عصبیه. همین باعث میشه از نظر احساسی پایدار و متعادل بمونن. اونا از تنها بودن نمیترسن، برای همین سازش اشتباه نمیکنن، خیانت نمیکنن و صداقتشون رو قربانی نمیکنن. روانشناسی به این میگه دلبستگی ایمن به خود. آدم‌هایی با این ویژگی رضایت عاطفی و وفاداری بالاتری توی رابطه دارن و مهمترین بخشش اینه اگه تو رو انتخاب میکنن واقعیه، نه از روی نیاز، نه ترس تنها موندن، چون به کسی احتیاج ندارن و اگه تو رو میخوان به خاطر خود توئه. آروم‌ها بلندترین عشق‌ها رو دارن. قدر آدم‌هایی رو بدون که میتونستن تنها بمونن اما تو رو انتخاب کردن. ذهن هراس